با سلام و درود خدمت همه عزیزانی که تشریف دارند. من صادقی بیغم هستم، عضو هیئت علمی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه الزهرا. تو زمینه الگوریتم کار میکنم بیشتر، بعد مواردی از الگوریتم که به هوش مصنوعی ربط داره، یه مقداری تو بعضی قسمتی از هوش مصنوعی که باز بیشتر مربوط میشه به الگوریتم و یه مقدار روباتیک و حرکت ربات. در واقع کارهای تخصصی تر میکنم. تو دیتا ساینس هم همینطور، در بعضی مواقع برای بعضی موضوعات کارهای تخصصی میکنیم، ولی به جز اون در کنار اون من کارهای عمومی هم میکنم برای هوش مصنوعی، از در واقع عمومی سازی علم، ساده سازی علم و معرفی علم کارهای مختلفی کردم و میکنم در زمینه های مرتبط که گفتم، به ویژه هوش مصنوعی. و به همین دلیل بعضی از صحبت های من در جاهای مختلف بیشتر علمی ترویجی و عمومی هستش. با همین روی کرد یک موضوعی رو قرار شده من اینجا ارائه بدم، عمومی هست، باز بیشتر مبتنی بر اون کتابیه که یکی دو روزه چاپ شده اومده بیرون و من اینجا اسمشو نوشتم، هوش مصنوعی برای آدم‌های معمولی. در واقع موضوعات رو به صورت تخصصی بیان نکردیم، ولی یک کلیات و چیزهای عمومی ازشون گفتیم و این صحبت‌های من بیشتر در اون رابطه خواهد بود. در واقع اونجوری که پرسیدم و از قبل گفتن که با موضوع ترویجی هست و من هم این موضوع رو ارائه دادم که خب فرمودن که من اینجا ارائه بدم. آقای دکتر زاهدی فرمودن، دستور دادم و ما اطاعت کردیم که اینجا در خدمت شما باشیم در آزمایشگاه محاسبات نحو. من با اینکه موضوعم همون که عرض کردم یه مقدار عمومی و در سطح حالا ساده خواهد بود، ولی در یکی دوتا اسلاید اول سعی میکنم که این موضوع رو به محاسبات نرم که اسم این آزمایشگاه هست هم ربطش بدم. در واقع این اصطلاح محاسبات ژله‌ای رو به کار بردم. حالا امیدوارم نامگذاری بیراهی نباشه، بر من ایراد نگیرید، ولی ارتباطش رو خواهم گفت و انشالله که بعدش اون موضوعاتی که از روی اون کتاب در واقع بیشترش خواهم گفت ارتباطی داشته باشه به این محاسبات ژله‌ای و محاسبات نرم. در واقع ما زیاد پیش میاد که خب محاسبات سخت و نرم رو شما بهتر از من میدونید چیه و کجا استفاده میشه، به چه درد میخوره و چقدر بدون اونا کارمون گیره و نمیتونیم کارها رو پیش ببریم و ارتباطش با هوش مصنوعی رو هم شما میدونید از هر دو بعد الگوریتمی و داده محور و یا حتی بعدا نوروسیمبولیک و اینا میتونید تشخیص بدید که محاسبات سخت و نرم چقدر کاربرد دارن و بدون اینا واقعا هیچ کاری پیش نمیره. اما خیلی وقتا پیش میاد، من مثال هایی و کلماتی رو اینجا آوردم که ما حتی در حد محاسبات نرم هم نمیتونیم کار کنیم ولی خب مجبوریم، یعنی محاسباتی لازم میشه. مثلا داده هامون بسیار پراکندن یا غیر ساختار یافته هستن، یا ما داریم راجع به یه شهود انسانی داریم صحبت میکنیم، اونو میخوایم یه محاسباتی انجام بدیم، ازش یه خروجی بگیریم. حالا خودمون دوست داریم دقیق باشه، قطعی باشه، علمی تر باشه، ولی نیست. داده هامون اونقدر زیاد نیستن یا خیلی ناقصن یا خیلی تقریبی هن. عدم قطعیت بسیار بزرگی توی اونها هست، ابهام زیادی توی اونها هست و الی آخر. پس ما بسیار پیش خواهد اومد، حالا مثال هم عرض میکنم خدمتتون که ما مجبوریم یا سری محاسبات انجام بدیم و خروجی داشته باشیم، ولی اونجا حتی نمیشه، اونقدر داده هامون نادقیق و کم و ناقص و اینا هستن که حتی نمیشه گفت که ما با محاسبات نرم به یه جوابای خوبی میرسیم. وضعیت یه مقدار دورتر از این ماجرا هستش. شما محاسبات در واقع هارد کامپیوتینگ و سافت کامپیوتینگ رو بهتر از من میدونید چیه، کجا استفاده میشه، چه کاربردهایی داره، چه تفاوتهایی با هم دیگه دارن، اینا رو میدونید. و من این اصطلاح جدیدی که استفاده میکنم، محاسبات ژله‌ای، رو فکر کردم براش یک توضیحاتی نوشتم که
بیشتر منظورم رو بتونم برسونم. محاسبات ژله‌ای به دسته از روش‌های مسئله محور گفته میشه، یعنی به اون جور محاسباتی گفته میشه که در آنها فرایند تحلیل، استنتاج یا نتیجه گیری با درجه بالایی از تقریب یا با درجه بالایی از خطا، یعنی با شهود بالا، با انعطاف پذیری بالا همراهه. این رویکردها معمولا فاقد ساختار دقیق الگوریتمی یا مدل‌های ریاضی صلبند، همون مدل‌های ریاضی که ما توی محاسبات سخت در واقع باهاشون سر کار داریم، اینا رو ندارن و به جای آن با اتکا بر تجربه، آزمون خطا، تخمین ذهنی یا تطبیق با شرایط متغیر و مبهم شکل میگیرن. این شرایط منمسا متغیره، مبهمه، همون لحظه ممکنه تغییر کنه، دادایی که بهمون میدن خیلی کمه. در محاسبات ژله‌ای تمرکز بر انعطافه، تمرکز بر سازگاری و پذیرش خطای بالاست. اولش اینجوریه و ما بعدش به مرور میخوایم که از محاسبات ژله‌ای به سمت محاسبات نرم پیش بریم، داده ها رو بهتر کنیم، بیشتر کنیم، کم خطا کنیم و یه مقدار به محاسبات نرم نزدیکتر بشیم. حالا من سعی میکنم که هوش مصنوعی رو که اینجا به صورت عمومی خدمتتون خواهم گفت ابزاری باشه که به این منظور، یعنی ما بعضا از محاسبات ژله‌ای شروع کنیم ولی با استفاده از هوش مصنوعی یواش یواش اون رو ارتقا بدیم تا به محاسبات نرم برسیم. در واقع هدف اصلی این صحبت های من به این شکل. حالا اینجا چند تا من مثال هم زدم، حالا اون ویژگیاشو که تا حدودی اشاره کردم فکر میکنم دیگه تکرار نکنیم. تو کاربردهاش هم چند تا کلمه نوشتم، مثلا شما میخواین یک کانسپتی در مورد محصول جدید که هنوز تولیدش نکردید، خیلی نمیدونید که خوب و بدش کجاست، اولش میخواین درست کنید، اون محاسباتی که انجام میدید خروجیش میشه اون محصول، اون کانسپت، ولی نمیدونید که آیا نهایتا این درسته یا نه. یا مثلا وقتی که بحران هست و شما مجبورید سریعا دسترس، یعنی تصمیم بگیرید، ولی تو همون بحران مگه چقدر از اطلاعات دست شما هست؟ داده های بسیار کمی دست شما هست، همون دوروبر، همون اطراف باید با همون داده های فکری بکنید و یک مسئله رو حلش کنید و همینطور تا آخر که میشه مثال های مختلفی زد. پس ما هدفمون اینه که در چنین شرایطی که محاسبات ژله‌ای اتفاق میفته و مجبور هم هستیم، نمیتونیم نکنیم، اونها رو یه مقدار بهترش کنیم، یعنی نتیجه ها رو بهتر کنیم، داده ها رو بیشتر کنیم، یا با رفت و برگشت بین پرسشگر و هوش مصنوعی سعی کنیم که خروجی هایی که نهایتا خواهیم داد رو خیلی بهتر کنیم. خب از اینجا به بعدش میشه همون سخنرانی عمومی. من با اون 2 تا اسلاید یه مقدار فقط خواستم ارتباط بدم موضوع این آزمایشگاهی که توش هستیم رو به صحبتام، و الا از اینجا به بعد من میخوام هوش مصنوعی عمومی خدمتتون بگم که مردم چطوری میتونن از هوش مصنوعی استفاده کنن. اینجا نمیخوام روش های دیپ لرنینگ و روش های شبکه عصبی و یا حتی الگوریتم های سخت و سنگین و پیچیدگی الگوریتم و این چیزا رو نمیخوام اینجا بگیم. میخوایم بگیم مردم عادی، یک پرستار، یک پژوهشگر، یک استاد دانشگاه مثلا در رشته فیزیک، نمیدونم یک معلم، یک زن خونه‌دار تو خونه، همه اینها رو من میگم آدم‌های معمولی، آدم‌هایی که در واقع خودشون کدنویسای حرفه‌ای نیستن و میخوان فقط از هوش مصنوعی استفاده کنن. الان هم منظور من همینه، برای یک ریاضیدان هم از نظر من هوش مصنوعی که دارم صحبتشون میکنم به این شکل. منظورم اون نیست یک ریاضیدان بیاد توی جبر خطی یک مسئله خاصی حل کنه هوش مصنوعی رو هل بده جلو. من اون قسمت رو کاری ندارم. من فرض رو بر این میذارم که یک ریاضیدان توی کارخونه‌ای داره توی قسمت آرندی کار میکنه و میخواد از هوش مصنوعی به عنوان ابزار استفاده کنه، یک جایی که محاسباتش ژله‌ایه اون رو به سمت محاسبات نرم پیش ببره با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی. پس مسائلی که من خواهم گفت خیلی عمومی در مورد هوش مصنوعی است. با این اسلاید شروع میکنیم. در واقع اینجا مقدمه زیاده، یعنی راجع به این مفاهیم هم میشه زیاد صحبت کرد. مثلا ضرورت استفاده از هوش مصنوعی خب زیاد میشه صحبت کرد، ولی به نظرم برای این جمع اصلا لازم نیست.
تنها چیزی که لازمه اینه که بگم که مانند واتساپ و اینستاگرام ساده است. یعنی هنوز بعضیا نصب نکردن، هنوزم نگرانن یا میترسن یا نمیدونم چیه که فکر میکنن خیلی سخته، در حالی که خیلی ساده است. واتساپ رو اگه دارید پس اونم میتونید داشته باشید. نصب و راه اندازی و استفادهش اصلا چیز پیچیده ای نیست. روزای اولی که چت جی پی تی اومده بود چرا یه دردسرایی داشت، شما باید موبایل خارجی میدادید. موبایل خارجی داشتن سخته، بعد ندارید. ما میرفتیم، من خودم جزو اونایی بودم روزای اول تونستم این کار بکنم. از یک وبسایتی به نام فکر کنم نامبرلنده یه اسمس یک بار مصرف انگلیس خریدم، بعد سری بس شدم از این کارا. ولی الان دیگه اصلا هیچ کدوم از اونا لازم نیست. الان بسیار ساده تر از این میشه استفاده کرد و هر وقت گوشی و یا لپتاپ باز میکنی باش صحبت کنی. حتی فیلتر بود چت جی پی تی، همونم برداشتن دیگه، هیچ مشکلی نیست. نکته دیگه هم که قرمز کردم یادم نره بگم این که هوش مصنوعی و همه ابزارهای هوش مصنوعی، نه فقط چت جی پی تی، دیپسیک، نمیدونم گراک، اون یکی، همشون، جمینای، اینا همشون یه تیپ چیزای ابزارهای جدیدن که با موتورهای جستجو مثل گوگل به کلی فرق دارن. یعنی این فرقه رو باز دوباره خیلی ها متوجه نشدن، به همین دلیل نمیدونن چه انتظاری از هوش مصنوعی داشته باشن، نمیدونن چی ازش میتونن انتظار داشته باشن، یا اگه دو بار یه چیزی پرسیدن دو بار جواب جدا داد چی میشه، دلیلش چیه. و حالا به هر حال این فقط من اینجا تاکید دارم که این دوتا کلا فرق میکنن. این هوش مصنوعی مولد که این روزها فراگیر شده و ما همش داریم راجعش حرف میزنیم، به کلی با گوگل و ابزارهای جستجو فرق داره. فکر نکنید اونو بلدید پس این همونه، این یه چیز کاملا متفاوتی. موضوع دیگه هم هست، واقعا هر کدومش یه بحث. من راجع به این آخرین جمله هوش مصنوعی جایگزین کدوم شاغلی میشه، کدوم شغل‌ها و اینا، یه سخنرانی مفصل دیگه دارم که مثلا گذاشتم. میخوام بگم که اینا هر کدوم بحثای جداییه که الان نمیخوایم راجع بهشون صحبت کنیم. حتی تاریخ، همین صفحه‌ای که اینجا هستش، دوباره یک سخنرانی دیگه است. مسیری که هوش مصنوعی طی کرده تا به اینجا رسیده، یه ارائه دیگه من داشتم خدمت دوستان که کلا فقط همونو گفتم. بنابراین اینا خیلی مفصله و نمیخوام راجبش صحبت کنم، فقط یه یادآوری اینجا گذاشتم که شاید بد نباشه شما بدونید که این نفر سمت چپ خانم ایدا لاولیس حدود 200 سال پیش بوده، دختر لورد بایرون هست. اونایی که اهل ادبیات انگلیسی هستن لورد بایرون رو میشناسن. ایدا بایرون در واقع اسم اصلیش هست، ولی همسرش چون کینگ لاولیس بود فامیلیش به لاولیس عوض شده. حدود 200 سال پیش ایشون اولین برنامه نویس جهان هستن، در حالی که اون موقع نه کامپیوتری بود و نه چیزی. ایشون با چارلز بابج هم کار بودن و ایشون ماشین تحلیلی ساخته بود. یه ماجراهای طولانی که، ولی با همون ماشین تحلیلی ایشون برنامه ای نوشت که دنباله برنولی رو تولید میکرد و دستخطش هست و اون چیزی که ما بهش میگیم الگوریتم شبیه اون هست و ایشون نوشته که باید چیکار کنیم تا این دستگاهی که چارلز بابیج خواسته، خودش هم نمیدونه چه کارایی میتونه بکنه، این خانم تونست باهاش برنامه بنویسه با کارت پانچ و اینجور چیزها و ادعا کنه که حالا با استفاده از این ماشین میتونه دنباله برنولی رو تولید کنه. به همین دلیل ایشون به اولین برنامه نویس جهان معروفه، حدود 200 سال پیش، وقتی که کامپیوتری نبود. 100 سال بعد آلن تورینگ در واقع ظاهر شد. آلن تورینگ در جنگ جهانی دوم، و شما شاید فیلم هایی که راجبش ساخته شده دیدید، کتاباشی خونده باشید، ولی با این حال من جسارت کردم یک کتابم من نوشتم که این عکس جلدشه. در واقع من چون اهل ادبیات و شعر و اینا هم هستم، بعد از اینکه کامل مطالعه کردم راجع به ایشون، زندگیشو به صورت داستانی نوشتم. انتهای کتابم همونطور که علاقه دارم علم به زبان ساده رو ارائه دادم، چون در واقع الگوریتم و ماشین تورینگ و مسئله توقف و یه چیزای اینجوری هم به زبان ساده سعی کردم توضیح بدم. بعد رسیدیم به اون پروژه دانشگاه دارتموت سال 1956 و افراد خبره‌ای که جمع شدن، کلمه هوش مصنوعی اینجا ابداع شد و بعد دوره‌های بالا پایینی که داشت، یه مدت خیلی عالی پیش رفت، یه مدت رفت تو کما، هوش مصنوعی کسی تحویلش نگرفت و تا اینکه
رسیدیم به این 2022 که اواخرش چت جی پی تی یه دفعه فراگیر شد و تکون داد دنیا رو، چون دانشگاه ها و افراد علمی داشتن استفادهشون رو میکردن، ولی با ظهور چت جی پی تی این عمومی شد در واقع. بعدش هم به سرعت ابزارهای دیگه‌ای اومدن. خب این یه صفحه رو همینجوری گذاشتم که فکر کنیم، شاید شوخی کنیم با هم دیگه. اینکه حالا گذشته رو میتونیم بخونیم بفهمیم، حال رو هم که میبینیم، ولی آینده چجوریه، آینده نزدیک چجوریه، آینده دور چجوریه، هوش مصنوعی اومده چیکار خواهد کرد. بعضیا خیلی خوشبینن و بعضیا هم خیلی بدبینن و میترسن. من راجع به این هم باز مطالعه کردم تو این کتابی چیزای کوچیک آوردم، ولی این یه تصویر رو فقط گذاشتم اینجا که بد نیست که یه ذره راجبش فکر کنیم، که این البته تصویری نیست که من خودم معتقد باشم بهش و فکر میکنم که به اینجا نخواهیم رسید، ولی حالا با این صحبت هایی که دیگران میکنن از هوش مصنوعی خواهش کردم این تصویر رو رسم کرده. اینجا ما چطور امروزه رایجه که میگن حیوان خانگی داریم، در واقع پت. الان اینجا ربات ها دارن زندگی عادیشون رو میکنن تو خونه و یه دونه انسان رو هم به عنوان انسان خانگی بردن تو خونهشون. حالا اینا چیزای وحشتناکه ولی من معتقدم که رخ نخواهد. حالا هوش چیه و بعدش هوش مصنوعی چیه؟ راجع به هوش تعاریف مختلفی هست، اختلاف نظرهایی هم هست، هیچ کدومشون عین هم نیستن. دانشمندای مطرحی که مطرح میکنن اینا رو متفاوت میبینن ولی با هم اشتراک هم زیاد دارن. من یکی از اون دسته‌بندی ها رو آوردم، مربوط به هوارد گاردنر هستش که هوش رو 8 مدل تعریف میکنه: هوش تصویری فضایی در واقع، زبانی کلامی، منطقی ریاضی که از همه مشهورتره و ما اغلب به اون میگیم هوش جنبشی حرکتی، موسیقیایی، بین فردی، درون فردی و طبیعتگرا. خب این دسته‌بندیه که میگه یعنی چی و بعد تعریف های خیلی زیاد دیگه هست، ولی اون چیزی که من انتخاب کردم و بعد بهش رسیدم و الان هم داریم راجع به اون صحبت میکنیم اینه: از نظر من هوش یعنی توانایی تعامل صحیح و سریع موجود هوشمند با محیط. تعامل هم یعنی این که یه چیزی ازش بگیری از محیط. مثل چی؟ مثل شنیدن، دریافت میکنی، اینپوته. مثل لمس کردن، مثلا دیدن، همین احساس هایی که داریم و بعد پردازش کنی، یعنی پاسخ مناسب تولید کنی براش، حل مسئله کنی و بعد دوباره ادامه تعامل خروجی هم داره دیگه، و همونو به صورت صحیح بتونی به محیط پس بدی. مثلا وقتی یه چیزی رو دیدی عکس العمل متناسب با اون رو انجام بدی. شبیه همین هم تو تعریف هوش مصنوعی من پایین آوردم که توانایی دریافت ورودیه، مثل متن و عکس و صدا و دما و اینا، پردازش داده و اطلاعات، حل مسئله، تولید پاسخ و ارائه مناسب اون پاسخ. یه دسته‌بندی دیگه باز اینجا من آوردم، اینجا که در واقع میخوام بگم که افراد اغلب در 3 گروه هستن در مواجهه با هوش مصنوعی. من با گروه اول بیشتر کار دارم، به خصوص تو این صحبت ها، که افراد عادی من اسمشون رو میذارم، در نقش های مختلف، در مشاغل مختلف، مثل معلم، مثل مدیر، مترجم، قاضی، استاد دانشگاه یا صاحب کارخونه یا فروشنده یا حسابدار یا خانه‌دار یا تاجر. اینا افراد عادی و معمولی هستن که الان در مواجهه با هوش مصنوعی یه قشری رو درست میکنن و بعدش میشه که یعنی اینا نیازشون یه جوره و یه جوری خاصی با کامپیوتر هوش مصنوعی بخصوص برخورد میکنه. گروه دوم مدیرانی هستن که ابزارهای هوش مصنوعی تولید میکنن. اینا آدمای بیشتر مدیرن، بیشتر نخبگان رو به کار میگیرن، اهدافی دارن که از 0 تا 100 بلدن به نتیجه برسونن. اون افراد هستن و در واقع تولید کنندگان محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی. و گروه سوم هم خود متخصصین کامپیوتر و برنامه‌نویس ها که بیشتر برای گروه دوم کار میکنن تا یک محصولی تولید بشه. حالا اینجا از گروه های مختلف علوم، مثل علوم کامپیوتر یا مهندسی کامپیوتر، آمار، ریاضی، برنامه‌نویس ها، مهندسین داده ها،
اونایی که طراحی الگوریتم انجام میدن اینا همشون میتونن جزو این گروه سوم باشن، یعنی فقط کدنویس منظورم نیست. دسته‌بندی دیگه ای که راجع به هوش هست اینه که هوش مصنوعی ضعیف داریم، جامع داریم و فراهوش داریم. ضعیف اونیه که خب فقط کار خاصی براش تعریف شده انجام میشه و چون بعد از اینکه ما این ستا رو میگیم سوال دیگه مطرح خواهد شد طبق تست تورینگ. آلن تورینگ مطرح کرده بود که اونم یه دنیای دیگه است که آیا ما امروز به این سطح هوش رسیدیم یا نه، یعنی امروز میتونیم تست تورینگ رو رد کنیم یا نه. خب حالا برای همین هوش مصنوعی ضعیف رو به نظر میاد که تو خیلی چیزا رسیدیم و رد کردیم. هوش مصنوعی هوشیه که یک کار رو میتونه انجام بده ولی خب خیلی باهوش. مثلا چی؟ مثلا میتونه با شما شطرنج بازی کنه، خیلی قوی، از یک انسان قوی تر، حداقل از یک انسان معمولی قوی تر، و شما میدونید که به همچین هوشی رسیدیم. و خیلی چیزهای دیگه، یعنی بازی های سختری هم میکنه و انسان رو به راحتی میبره. به هر حال اینجا یک کار است و یک کار رو توش خبرت، همون هوش مصنوعی شطرنج باز دیگه نمیتونه بیاد برای شما روانشناسی انجام بده. هوش مصنوعی جامع ولی اینجوری نیست، در واقع مثل یک انسان انتظار هست که توی همه چیزهای عادی از یک انسان قوی باشه، قوی تر باشه و تست تورینگ رو رد کنه. آیا امروز به اون نقطه رسیدیم یا نرسیدیم؟ که خب خیلی نزدیک شدیم ولی به نظر من نرسیدیم هنوز. و هوش مصنوعی جامع مثل همین چت جی پی تی و اینجور چیزا در واقع دارن همین کار میکنن، نقش هوش مصنوعی جامع یا عمومی رو بازی میکنن. و فراهوش که خب بیشتر تخیلات هست، بیشتر اون چیزیه که دیگه ساخته هم نشده و آدما دارن به اون سمت حرکت میکنن و به هم دیگه در واقع ایده و تخیل میدن تا به اون شکل پیش بره. این اسلاید هم گذاشتم بگم که خیلی در دسترس تر از اینیه که شما فکر میکنید سخت نصب کردنش و اینا. چند تا ابزار رایج گذاشتم، این دیپسیک هم تو گوگل پلی لینکش رو گذاشتم، کافی اینجا کلیک کنید رو گوشیتون نصب کنید. اصلا خیلی خیلی ساده است و نه چیز پولیه نه چیز فیلتریه و چیز سختی نیست. اینو از این نظر گذاشتم، فقط چند تا معمولی شد. و این اسلاید هم به این دلیل گذاشتم که بگم خیلی زیادن، هر روزم تولید میشن و به راحتی هم عوض میشن و قرار نیست ما رو هیچ کدوم از اینا تمرکز کنیم. یعنی این که ما فرض کنیم بیایم یه دونه از اینا رو مثلا کوپایلوت رو بیایم اینجا تدریس کنیم، نمیدونم راجبش وقت بذاریم، یا بینگ رو، اینجوری نیست. ما اصلا کاری به یکی که اینا نداریم، ولی اون ایده هایی که داریم و صحبت هایی که در اسلاید بعدی خواهیم کرد در تمام اینها قابل استفاده هستش. خب 3 رویکرد توسعه هوش مصنوعی هست، یعنی از روزی که شروع شده، از همون 100 سال پیش و یا قبل از اون تا به امروز با 3 تا رویکرد اومده جلو و توسعه پیدا کرده. اولیش که همون قدیمی باشه، همون برمیگرده به آلن تورینگ و خب استادای اون و اون دور و بر، که روش الگوریتمیه. الگوریتمی وقتی میگیم یه چیزی شبیه همین محاسبات سخت میشه در نظر گرفتش، ارتباط هم دارند و ما صرفا علم به کامپیوتر یاد میدیم و اونو باهوشش میکنیم. حالا جلوتر یه مقدار راجبش بیشتر توضیح خواهم داد. رویکرد دوم یادگیری عمیقه، اگرچه پشت سر این هم ریاضیه و الگوریتم و علمه، ولی در حدی که فقط اصول کار کنه. بعد از اون تو یادگیری عمیق ما فقط تجربه به کامپیوتر میدیم تا این باهوش بشه، یعنی فقط داده میدیم، داده های خیلی زیاد صحیح میدیم تا این خود به خود یاد بگیره و ما نمیدونیم چجوری یاد گرفت. علم بهش یاد نمیدیم، فقط تجربه میدیم. میگم بنیان این هم علمه ها، ولی اون خیلی کمه و بعد دیگه میسپاریم دست تجربه. این دومین روی کرده هوش مصنوعی. سومیش هم نوروسیمبولیکه که ترکیب این دوتاست، ترکیب علمی تجربه است. در واقع انگار از یک آدمی که بسیار با تجربه است، بسیار با تجربه است، یعنی با روش یادگیری عمیق شده چت جی پی تی، خیلی با تجربه هست، از ایشون کار میخوای، ولی کارهای بزرگ، کارهای حرفه‌ای. ولی به چه زبونی؟ به زبون الگوریتمی، مرحله به مرحله ساختار یافته، ازش مرحله به مرحله میخوایم و نهایتا منجر به یک کار بزرگ میشه. این هم
در واقع رویکرد سومه. ولی یه چیزی بین الگوریتم و یادگیری عمیق هم من کشیدم که اسمش میشه گفت همون یادگیری ماشینه و چیزایی که خیلی از عزیزانی که اینجا نشستن به نظرم میاد که با این موضوعات آشنا هستن. اونجا در واقع از روی داده ها که به اصطلاح من میشه تجربه، از روی تجربه علمی رو استخراج میکنی، یه الگویی رو یاد میگیری، یه مدلی میسازی و اون مدل همون علمه. یعنی از رو تجربه شما علم میسازی و تحویل کامپیوتر میدی و کامپیوتر دیگه باهوشتر از قبلش میشه. اینها ابزارهایی هستند که توی یادگیری ماشینه، مثل همین کلاسیفیکیشن و رگرسیون و قواعد انجمنی و چیزای اینجوری. پس شما از یک سری تجربه داده یاد میگیری، یه مدلی استخراج میکنی و اون میشه علم و تحویل کامپیوتر میدی، دیگه طبق اون علم کار میکنه. خب حالا از بین همونا ما میخوایم یه توضیح کوتاه‌تر دیگه بدیم. باز مطمئنم که الگوریتم رو حداقل همه این عزیزان بلدن که اینجا هستن، ولی من هم سعی میکنم کوتاه و خلاصه به زبان خودم بگم. الگوریتمی فکر کردن چیه، در واقع خود الگوریتم چیه یا تاریخچش از کجاست، اینا رو من همه رو رد میکنم. ولی چون به اون کامپیوتری که تقریبا هیچ کدوم از اینا رو اولش نداره، ما بهش میگیم خنگ سریع حرف گوش کن، اون چیزی که اولش هیچ کدوم از اینا رو نداره. البته بعدش یه ذره دیگه از خنگی در میاد و یه سری زیر برنامه ها، یه سری برنامه عادی رو بلده میشه روش بیشتر حساب کرد. ولی از این سه تا ویژگی کامپیوتره که ما استفاده میکنیم و الگوریتم مینویسیم و ایشون بلده به شطرنج بازی کنه یا بلده پاسخ بده یا یه معادله درجه 2 حل کنه و کارهای باهوش بکنه. اینجور هوش مصنوعی مبتنی بر قواعد میگیم بهشون، یعنی قواعد رو هم بهش میگیم، اصول بهش میگیم و نهایتا کاری که ما میخوایم رو انجام میده، چون بسیار سریعه و بسیار حرف گوش کنه. فقط در ابتدا عرض کردم این خنگه، بعدش که یه مقدار کار کردی چند تا برنامه یاد گرفت، این خب باهوشتر میشه و همینطور بریم جلوتر. الان چت جی پی تی یکی از همونایی که دیگه من نمیتونم بگم خنگه، به هر حال باهوش هست. این وسط میزان باهوش بودنش متفاوته. من اینو در واقع اشاره میکنم به این حالتی که شما وقتی یه کارمندی جلوتون وایساده که میخواین یه پروژه بزرگ ازش بخواین، شما باید اول سطح هوشی اون کارمند رو تشخیص بدید و متناسب با اون مراحل مختلف رو بشکنید، بگید بهش. اگه دیدید خیلی باهوش و قویه، کافیه در 5 مرحله بهش بگید جمله های کلی و ایشون میره اون 5 مرحله رو انجام میده، میاد بعدی 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 و کار تموم میشه. ولی اگه ببینید ضعیفه، به اون مرحله نرسیده، دیگه به جای 5 مرحله شما باید 25 مرحلهش کنید. بگید مرحله 1 انجام بده، بیا پیش من یه گزارشی بده، اگه درست بود مرحله 2، مرحله 3 تا مرحله 25. این تفاوت اون نگاهیه که در واقع ما اینا ربط هم دارن دیگه، اینا ربط دارن به اصولی که بعدا میخوام بگم به اسم پرامپت نویسی و شما باید اول درک کنید که این کامپیوتری که جلو روتونه چه چیزایی رو قوی بلده، چه چیزایی رو ضعیفه و متناسب با اون پروژه هاتون رو بشکنید. خب یه اسلاید کلیه که در واقع راجع به علم داده هست، اجزای مختلفی که راجبش هستش. این همون روی کرده بینابینیه که بین تجربه و علم در واقع اینجا از توی در واقع دانش در حوزه صنعت و تجارت که از بهش میگیم دامین اکسپرت، این پایین این دایره ها، اونها داده های واقعی هستن و شما باید تلاش کنید با استفاده از آمار و ریاضی و کامپیوتر و الگوریتمی که بلدید از توی این تجربه ها علم در بیارید و به کامپیوتر بدید. حالا چند تا از اصطلاحات رایجی شما اینجا نوشتم، این همون روی کرده بینابینه. و بعدش روی کرده دوم، تزریق تجربه با هوش مصنوعی. تجربه یعنی هرچی داده و تجربه هست، داده با نتایج هست، اینها رو به کامپیوتر تزریق میکنی، اجازه میدی میره میخونه. این مدل هایی مثل چت جی پی تی و اینا بیشتر دارن از این روش استفاده میکنن. بسیار بسیار زیاده این تجربه ای که بهش میدن و این یعنی
مصرف انرژی زیاد، هزینه های زیاد که خب به هر حال تأمین میشه و نهایتا خروجیش هم میشه همینایی که هوش مصنوعی هایی که میبینید. ولی اینجا درسته، باز تاکید میکنم که بیس این توانمندی باز خودش یه جورای الگوریتمی و ریاضی و این دو چیزات، ولی بعد از یه جایی به بعد دیگه این داره فقط تجربه دریافت میکنه، خودش باهاش شبکه‌های عصبی مثلا عمیق چندین لایه درست میکنه و بعد هوشمند و هوشمندتر میشه و نهایتا به شما جواب میده. این همون رویکرد دومیه که صرفا تجربه من اسمشو گذاشتم. و رویکرد سوم ترکیب علم و تجربه است که در واقع تعامل الگوریتمی با هوش مصنوعی تجربه گراست. یعنی با چت جی پی تی که هوش مصنوعی تجربه گراست، با همین دیپسیک، با نمیدونم جمینای، با اون یکیا، با اینا بشینی الگوریتمی حرف بزنی، نه اینکه یک بار یه دستور بدی و منتظر بشی جواب آخر رو بهت بدن. اینا برای کارهای عادی و ساده بله خوبه، ولی شما دارید از محاسبات که خیلی ایراد داره و داده هایی که ایراد داره یواش یواش میخوایم برسیم به داده های دقیق تر، بهتر و نتایج محاسبات بهتر. به این دلیل شما باید کار حرفه‌ای بکنید، مثل خیلی از کارهای حرفه‌ای که من چند تا مثال از جای متنوع اینجا خواهم زد. بنابراین شما مجبورید که از هوش مصنوعی تجربه گرا، یعنی همین چت جی پی تی، استفاده کنید و باهاش الگوریتمی حرف بزنید. این رو بهش میگن نورو سیمبولیک که ترکیبی از نورو هست با سیمبولیک ای آی که همین حالت الگوریتمی و استدلالی و اینا بود و نورو هم که به نیورال نتورک اشاره میکنه و همین روش های تجربه گرا هست. خب میرسیم به دوباره توی همین تجربه و یک دسته‌بندی دیگه دوباره از واژه ها. این 4 تا کلمه رو من اینجا میخوام اشاره کنم: داده، اطلاعات، دانش و خرد. این هرم DIKW هستش و معروف، اگه خواستین سرچ کنین که حتما بعضیاتون هم آشنا هستید باهاش. تعریف اینا چیه و ارتباط اینا و اختلاف اینا چیه؟ مثلا شاید ما خیلی دقت نکنیم و مهم نباشه که ببینیم دانش یا اطلاعات، داده، حتی تو صحبت همون فرقی بین داده و اطلاعات نذاریم و هر کدوم دوست داشتیم بگیم، ولی در واقع اینا فرق دارن. داده مقدار اندازه گیری شده است بدون امکان قضاوت، مثل یه سری عدد، مثلا 4، 17، -40، 2.5، رادیکال 8، یه دفعه این وسط 2,000,000,008، یا مثلا یه عدد دیگه. حتی اینا میتونن غیر همجنس هم باشن، حالا اونجا یا بهشون میگیم داده یا یک کم پایینتر نویز، ولی فعلا فرض کنید همشون هم عدده. اینا میشن داده، نمیشه قضاوتی کرد. شما نمیتونی بگی اصلا -40 بدتره بهتره نسبت به 8، اصلا نمیدونید سود زیانه، هیچی ازشون نمیدونید. اطلاعات همون داده های ساختارمند و قابل مقایسه. اینجا دیگه بزرگی و کوچیکی و جلو و عقب و این چیزا معنی داره. اینجا میشه گفتش که چه کسی بیشترین نمره کلاس گرفته، چه کسی مثلا سود سهامش منفیه، چه چیزی مثلا، اینا رو میشه گفت اینجا دیگه. یا مثلا آقای فلانی نفر چندم کلاسه، خب، یا تعداد آرایش چندمین نفره. اینجا اینا رو میگن اطلاعات. دانش اطلاعاتیه که قابل درک و تفسیره به قصد نتیجه گیری یا پیش بینی. اینا رو میگیم دانش. در واقع همون اطلاعاتی هن که ولی به همین قصد در واقع پیش بینی توشه، نتیجه گیری توشه، یه مقدار چگونگی ها رو هم به ما میگه. و خرد دانش جامعه، دانشیه که پاسخهای چند بعدی میده، پاسخ به چرایی ها میده. شما ممکنه که از راجع به انتخاب رشته دانشجویی صحبت کنید، راجع به انتخاب رشته فرزند خودتون برای دانشگاه، برای ورود به نمیم چی صحبت کنید. اونی که داره آدم خردمندیه برای شما داره توضیح میده، ممکنه بحث رو بکشونه به یک بیماری بدنی و بعد از اونجا جواب شما رو بده مثلا، و یا ارتباط بده با هم دیگه. اینا رو به هر حال به چرایی ها پاسخ داده میشه توی خرد و بیشتر وقتی اینجوریه میشه که خیلی چیزا رو درست به کار گرفت جای مختلف. خب
راجع به خرد یه ذره من بیشتر یه اسلاید بیشتری آوردم اینجا که وسعت دانش و عمق دانش رو در مورد افراد مختلف این اسلاید رو ساختم. این سمت راست پایین رو در واقع عمق دانش رو که خب مشخص خطوط عمیق و عمودی نشون میدن و وسعت رو هم اونوری. اینجا به این شکل داریم میگیم که یک عده ممکنه فقط دانش عمومی داشته باشن، سمت چپ ترین حالت که نمیدونم اینجا موضوع من دیده میشه یا نه. دانش عمومی یعنی اینکه فقط یه اطلاعات عمومی از هم چیزی داره ولی تو هیچ چیزی متخصص نیست. بعضی ها ممکنه آی شیپت باشه، یعنی به شکل آی باشه تخصصشون و فقط توی یه چیزی متخصص باشن و حتی اطلاعات عمومیشون هم خیلی ضعیف باشه. یعنی یه آدم فرض کنید فیزیکدان آنچنانی رو در نظر بگید که دیگه نه بلد خونه اجاره کنه، نه بلد یه ماشینش رو برو، اصلا گواهینامه هم نداره و خیلی چیزا توی روابط عادی و ایناش هم مثلا مونده. فرض کنید یه همچی کسی. اینور تی شیپ یه حالت نرمالیه که خب خیلی هم ممکنه داشته باشن، آدمایی که دانش عمومی دارن، از هر چیزی یکم بلدن ولی توی یه موضوعی هم متخصصن. اینها رو میشه گفت که دانشمند میشه خطاب کرد، توی موضوعی دانشمندن، حالا یا فنی یا دانشی، به هر حال شبیه هم. بعدیش پای شیپته، از رو شکل شما میتونید تشخیص بدین منظور من چیه، یعنی علاوه بر دانش عمومی تو 2 تا چیز متخصصم. بعدیش ام شیپت که من اینجا نیاوردم که دیگه طولانی نشه، و بعد کامپ شیپ یعنی میتونه این دندونه ها بیشتر باشه، به شکل شونه ای باشه. و البته اینا لازم نیست دندونه های شونه ها هم اندازه باشن، چون ممکنه یه نفر تو ریاضی بسیار بسیار عالی باشه ولی همزمان شاعر باشه اما جزو شاعران بسیار عالی نباشه ولی تخصص داشته باشه. دوباره همون آدم توی روانشناسی هم دستی بر آتش داره، ممکنه ارتفاع این شونه ها هم با هم دیگه متفاوت باشه. این جور چیزها که در واقع از تقریبا از 2 تا به سمت بالا میره، از پای شیپت به بعد رو، این آدما رو میشه گفت خردمند. و حالا این شاید نادقیق باشه ولی اونها اگه بتونن کارهایی میکنن که خردمندانه تره و الا یه مقدار سخت. پس اینجا میشه نتیجه گرفت آدمای خردمند دانشمند هم هستن ولی هر دانشمندی خردمند نیست. خب برسیم به بخش بعدی که نحوه کار صحیح با هوش مصنوعی. من اول از همه با اینکه این همه تعریف میکنم از هوش مصنوعی، میگم خیلی عالی جواب میده و همه رو ترغیب میکنم که استفاده کنن و درست استفاده کنن، درست استفاده کردنش هم میگم خدمتشون، مسئولیتش هم بپذیرم و چیزهای مختلف دیگه. با اینکه ازش تعریف میکنم و خیلی میگم باهوشه، اما در اولین اسلایدم اینجا برای شما یه مثالی آوردم که نشون میده این خیلی هم باهوش نیست، یه جواب خیلی بدی به ما میده. من ازش خواسته بودم، البته اینو توی ویدئو دیدم و بعد فکر کردم که امتحان کردم دیدم بله چه اشتباه بزرگی داره میکنه. ازش خواستم تصویری از 20 ساعت مچی بکشه که همگی ساعت 11 و 23 رو نشون میدن با عقربه هاشون. خب این برام کشیده ولی دقت کنید همشون 10 و 10 دقیقه رو نشون میدن، همشون. بنابراین این یه ایرادیه توی هوش مصنوعی. چرا باید اشتباهی به این بزرگی بکنه؟ برای اینکه تقریبا تمام تجربه هایی که در این مورد داشته توی اینترنت که خوراک گرفته، ازش داده ها رو گرفته و بعد با اوناست که ما میگیم باهوش شده. هر چی تو اینترنت عکس ساعت مچی دیده رو 10 و 10 دقیقه بوده انگار. حالا بودن حتما چیزایی دیگه ولی خب بیشتر اینو دیده، بیشتر این انگار خوشگلتره، تبلیغاتی تره، هر چی که هست همینو دیده و فکر میکنه ساعت مچی یعنی همین. ببینید چه اشتباهی رو اینجا مرتکب شده. ولی خب این دلیل نمیشه ما بذاریمش کنار. حالا اینجا که من سوال سختی ازش پرسیدم، به نظر من این سوال برای ایشون سخته گرچه برای ما ساده است، ولی بعضی وقتا همکارا و دوستان سوالایی میپرسن که خودشون بد میپرسن و جواب نادقیق میگیرن و بعد میگن هوش مصنوعی به درد نمیخوره. چرا؟ خیلی خیلی جوابای خوبی میده، به ویژه اگه شما باهاش الگوریتمی صحبت کنید. اگه الگوریتمی صحبت کنید جوابای بسیار فوق العاده ای میده، خیلی بهتر میده. حالا این یه مثال بود اول کار من اینجا گفتم و تاکیدم روی اینه که شما اول باید هوش و توانایی کارمندتون رو تشخیص بدید، چون هیچ کارمندی عقل کل نیست مثل همین چت جی پی تی.
و بعد متناسب با هوش اونه که کارها رو تیکه تیکه کنید، در رفت و برگشت و در چندین مرحله به نتیجه عالی یک پروژه بزرگ برسید. دقت کنید من راجع به پروژه های کوچیک، سوال های کوچیک و اینا نمیگم ها. شما میتونید عکس یه فنجون قهوه رو که خوردید با موبایلتون عکس بگیرید بدید بگید اینو فال قهوه برای من بگید، میگیره. من منظورم اینجور سوالا نیست. یا یه نوار قلب رو اسکن کنید، اسکن کنه همین با گوشیتون عکس بگیرید بگید این نوار قلب ببین چه مشکلی داره، اون بهتون میگه. اینا سوالای یه مرحله ساده است براش، اون خیلی مثل یه پزشک متبحر جواب شما رو میده. ولی پروژه های خیلی بزرگتر، کارهای خیلی بزرگتر رو باید با چند مرحله کردن و با تفکر الگوریتمی ازش پرسید و جلو رفت. 3 اصل موفقیت در استفاده از هوش مصنوعی رو من میخواستم بگم. یکیش همین که شما رویکرد الگوریتمی داشته باشید. رویکرد الگوریتمی داشته باشید، باهاش مرحله، یعنی فکر نکنید عقل کله شمایید که اون هدایتش میکنید. اون میتونه تو خیلی چیزا از شما باهوشتر بشه، مثل یه دانشجویی که فرض کنید از خود استاد خیلی قوی تره، مثلا زبانش خیلی بهتره، یا نمیدونم تو کد نویسی خیلی بهتر از استاده، تو خیلی چیزا بهتر از استاده، ولی تو بعضی چیزا هم ضعیفتره، به اضافه اینکه مدیریت کل پروژه هم نمیدونه. خب این آدم رو شما باید بهش بگی که امروز بگی که برو یه ساختار راجع به مقاله بنویس، فقط ساختار رو بنویس، نمیخواد شروع کنی بنویسی. بعد بگید تو لیترچر ریویو این هفته فقط لیترچر ریویو رو بنویس، اینا رو ندیدی، اینا رو دیدی، اینا رفرنسات قدیمیه فلان، باهاش صحبت کنید و مرحله به مرحله رشدش بدید. اون وقت اون کار بزرگی رو میکنه که حالا من نمونه‌هاشو اینجا اتفاقا با موضوع پژوهش رو این اسلایدام دارم، اگه پاک نکرده باشم خدمتتون میگم. البته اینو نباید رد میکردم. دومیش پذیرش کامل مسئولیت. الان خیلی از ماها موندیم که مثلا به دانشجو اجازه بدیم از هوش مصنوعی استفاده کنه یا نه، یا خود مجلات موندن تو ترجمه طرف از هوش مصنوعی استفاده کرده. خب بگیم نمیتونیم، میتونیم، اون نمیدونیم باید چیکار کنیم. خب منم نمیخوام حالا خیلی نظر شخصی، ما البته یه نظر شخصی در این مورد دارم ولی لازم نیست اینجا بیان کنم. فقط میخوام بگم که یک چیزی مشخصه، این که شما هر کاری با هوش مصنوعی میکنید خروجیش مسئولیتش با شماست. مسئولیت یعنی به واوش رو باید درک کنید، یعنی بپذیرید، یعنی انگار که خودتون بهش رسیدید، یعنی بعدا راجع به اون هر چی پرسیدن شما باید پاسخگو باشید، یا باید عقلا بهش رسیده باشید، بپذیرید. به هر حال نه اینکه فقط پاسخگو باشید بگید به عهده من میرم زندان، منظور این نیست. منظور اینه که اون روند عقلی که اون بهش رسیده شما باش موافق باشید و کامل باید مسئولیت اون کار رو بپذیرید. و سومین اصل پرامپت نویسی صحیحه که خب من راجع به این هم صحبت خواهم کرد. پرامپت هم یعنی اون دستوراتی که ما به هوش مصنوعی میدیم تا یه خروجی صحیح به ما بده. میتونه این پرامپت ها گیج کننده باشه، بد باشه، ناقص باشه و اون درست حسابی نفهمه که داره چیکار میکنه و به شما جوابای بد بده و آخرش هم شما بگید اینم هوش مصنوعی بود که به درد نخورد. در واقع اینجا بازم تصور کنید یه کارمندی روبروتون وایساده و شما دارید بهش دستور میدید. اگه درست حرف نزنیم، ما دستورمون درست نباشه، گیجش کنیم، متناسب با هوشش نباشه، جملات پس و پیش بگیم، اونجا باز اون نتیجه‌ای که میگیریم فایده نداره. ممکنه اعلام کنیم نهایتاً که این کارمنده نمیتونست، ولی در واقع باید بپذیریم که بخشی از مشکل هم از ماست که نتونستیم درست دستور بدیم. خب بخش دوم در واقع من فکر میکنم از اینجا یه مقدار گفتم و شاید یه ذره زودتر رد بشیم. الگوریتم و تفکر الگوریتمی چیه؟ مخاطب شما یک کارمند با اطلاعات، با دانش و باهوش است. حالا منظورم هوش مصنوعیه. در واقع هم اطلاعات داره میتونه جستجو کنه، هم دانش داره میتونه نتیجه رو تولید کنه و هم خب باهوشه. هوش مصنوعی نوشتم عقل کل نیست، سطح هوش کارمندتون رو درک کنید و ازش کارهای تخصصی تر بخواید. فکر نمی کنم حالا اینجا دیگه چیز خاصی باشه. 30 اصل مهم در پرامپت نویسی من نوشتم، فکر کنم
حذف کردم، فقط 5 تاشو یا 10 تاشو گذاشتم مونده. در واقع گذاشتم مونده که اینا رو فقط اشاره کنم و الا که اینا رو تو اون کتاب نوشتم. حالا اگرم خواستین من جداگانه میتونم کامل لیستش رو بفرستم خدمتتون، ولی اینها رو باید موقع چیز دقت کنیم. مثلا همینجوری بعضیاشو بخوام بگم، مثلا دومی نوشتم، حالا اولی هم مهم، هدف مشخص و شفاف داشته باشه. میتونید بخونید ببینید که منظور من چیه، خیلی واضح باید بهش کارتون رو بگید. مثال هم زدم. یا دومی برای هوش مصنوعی نقش تعریف کنید، یعنی بهش بگید فرض کن تو یک مشاور روانشناسی هستی، بعد سوالتو بپرس. یا بگو خودتو فرض کن که در مثلا نوشتم دیگه، خودت را در موقعیت یک پدر بیپول تصور کن که میخواهد از پسرش درخواست کند تا حالا 3 نقطه. اینجوری شروع کنید، اینجوری بنویسید. پس اون خیلی مهمه. من در ادامه اگه مثالی زدم میبینید که اونجا هم سعی کردم رعایت کنم. بعد سومی درخواست خود را به بخش‌های کوچکتر تقسیم. این یکی از اون اجزای تفکر الگوریتمیه. یعنی الگوریتمی بخوایم فکر کنیم، حالا اگه کارمندتون باهوشه خیلی نمیخواد ریز کنید و اگه کم هوشه نمیخواد کارهای بزرگ و یه دفعه بهش بدید، باید تیکه تیکه بهش بدید. بنابراین باید به اجزای کوچکتر تقسیم کنید. باز چهارمی اینه که قواعد نگارش رو رعایت کنید. ممکنه به من بگید نه هوش مصنوعی همجوری کوچه بازاری هم که می‌نویسم جواب میده، حتی غلط املایی هم که دارم میفهمه. بله اینا درسته، حق با شماست و در این حد باهوش هست و میتونه. ولی شما وقتی می‌نویسید و کار حرفه‌ای میخواین ازش بخواین، دیگه اونو درگیر اینجور مشابهت یابی‌ها و اینجور چیزا نکنید. دقیقا 2 نقطه رو اونجایی که لازمه بذارید، نقطه ویرگول علامت سوال رو بذارید. اصلا علامت سوال نمیذارید فکر کنید فهمید که سوالیه. بعضی وقتا همونو نمیفهمه سوال کردی یا جمله خبری گفتی. وقتی علامت 2 نقطه میذاری یعنی در ادامه یه چیز دیگه میاد که به این ربط داره. مثلا بولت نامبر و اینجور چیزا میذاری یا نمیذاری. من توصیه میکنم همیشه به افرادی که با هم حالا آشنا کار میکنیم اینه که یه فایل ورد باز کنید، چون اینجا تو این ابزارها فارسی رو به هم میریزه، چپ چین راست چین و این چیزا مشکل داره. تو فایل ورد فارسی حسابی خوب بنویسید، بارها بالا پایین کنید، خواستتون پرامپتتون رو خیلی خوب بنویسید. وقتی به این نتیجه رسیدین که این اصولم رعایت کردید، دیگه کپی کنید اونجا پیست کنید. اونجا که پیست میکنید به نظر میاد به هم ریخت، ولی اون میفهمه. همین بولت نامبر و شماره گذاری و اینا همه رو میفهمه. یعنی اون مثل همونی که شما تو ورد میبینید میبینه و جوابای خوبی میده. از این چیزا هستش که من 30 تا در آوردم، خیلی هم مهم. من اینجا هم الان دیدم که تا شماره 10 هست و بقیه رو پاک کردم، ولی خب اینا هم خیلی مهمن که موقع پرام نویسی رعایت کنیم. میرسیم به مثال های مختلف که در نقش های مختلفه و من باز برای تکمیل این کتاب از آدمای خبره تو فیلدهای مختلف کمک خواستم. مثلا از یه آقای دکتری کمک خواستم که حسابرسن، خیلی هم حرفه‌این و گفتم یه سوال سخت اینجوری خیلی ساده نمیخوام و ایشون یه سوالی مطرح کرد ببینه اصلا این میتونه یا نه، که به نظر من عجیب بود، چون نوشته بود که بگو اهمیت در حسابرسی چیست. اهمیت، خب من نمیدونم اصلا چرا باید کلمه خاصی باشه این، آیا معنی خاصی؟ اهمیت دیگه. بعد دیدم نه، یک جواب طولانی حرفه‌ای بهشون داد، حالا من اینجا نیاوردم و بعد ایشون گفت که خیلی دقیق و درسته. من تازه فهمیدم این اصلا یه اصطلاح خاصیه. بعد ایشون دوباره سوالش رو سخت‌تر کرد، اگه محاسبات مربوط به شرکت در مرحله قبل از بهره برداری باشه چی؟ اون وقت همین منطق برقرار. اونجا نوشته بود اهمیت چطوری حساب میکنن، برای یه شرکت اهمیت چجوری عددش در میاد، بعد یه فرمولایی داشت. یا مثلا تو سوال بعدی نوشتیم که فرض کن که تکنسین هوشبری در اتاق عمل هستید. ببینید اینجا همون نقش رو دارم میگم، ما دارم بهش نقش تعریف میکنم. فرض کن که تکنسین هوشبری در اتاق عمل هستید. یه موضوعی پیش اومده به نام هایپرترمی بدخیم. حالا دقیقاً چیست؟ چه کارهایی باید کرد؟ امکان احیای مریض هست؟ چند درصد امکان داره؟ راجع به اینا لطفاً بگو. باز اینا رو که گفتم از آدمای حرفه‌ایشون پرسیدم و گفتم و جواب‌ها رو هم اونا تایید کردن که بسیار درست. اینجا
از یه دانشجوی دکترای حقوق من یک سوال سخت پرسیدم، ایشونم الحق یه سوال سخت طراحی کرد و داد و جوابی که میداد هوش مصنوعی گفت واقعا عالیه. حالا ما پرسیدیم فرض کن که یک قاضی هستی در مورد موضوع امروز نظر بده. سعید میدانست که دوستش، حالا من اینو سادش میکنم، فکر کنید سعید و امیر که هیچ کدوم شنا بلد نیستن، خودشون هم میدونن بلد نیستن، و همراه یه دوست دیگهشون حسن که نجات غریقه. حسن نجات غریقه، خیلی حرفه‌ایه، ولی سعید و امیر بلد نیستن اصلا، خودشون هم میدونن بلد نیستن. اینا رفتن یه استخری، هیچ کم اونجا نیست. خب اگه اونجا سعید امیر رو انداخته تو آب، امیر هم که شنا بلد نبوده غرق شده، حسن هم نرفته نجاتش بده. خب الان اینجا قاضی باید حکم بده قاتل امیر کیه؟ حسنه که نرفته نجات بده یا سعیده که اونو هلش داده؟ حالا سعید هلش داده ولی فکر میکرد که حسن نجاتش میده دیگه، خودش بلد نیست ولی حسن بلده دیگه، ولی حسن نرفته عمدن نجات بده. از نظر روانی یا قانونی قتل امیر چه نوع قتلیه؟ مثلا عمدیه، غیر عمدیه، چیه؟ چرا؟ مجازاتشون چیه؟ قاتل ها کیان؟ فقط مثلا سعیده یا هم سعید هم حسنه؟ مستند قانونیش کدومه و کجا باید اشاره کنی استناد بدی؟ خب اگه اولیای دم بگذرن مثلا دوباره مجازات چی میشه؟ و کلی سوال که ایشون مطرح کرده بود. خب بعد حالا یه بارم برعکس کرد، یعنی اومد گفتش که حالا شما فرض کن که در جایگاه وکیل مدافع سعیدی، همونی که هل داده بود، حالا میگه اینجوری حالا بنویس، لایحه بنویس، دفاع کن ازش، از سعید، یه جوری کن که این قتل حساب نشه مثلا براش، یه جوری دیگه. دوباره یک لایحه خیلی زیبا نوشت، ولی خب نهایتا اون که گفتم مسئولیت پذیری همینه دیگه، یعنی اونی که داره از هوش مصنوعی کمک میگیره و این اطلاعاتو میگیره نباید عیناً کپی کنه بذاره جلوی یکی دیگه، باید بفهمه این درسته، اون استنادی که داد درسته، اصلا این طبق قوانین ایران داره این نتیجه ها رو میگیره، باید اینو کامل پخته کنه و آخرین چیزی که خودش ارائه میده چیزی باشه که از 0 تا 100 خودش مسئولیتشو میپذیره، کامل درک کرده و میتونه راجبش حرف بزنه. در مورد الان پایان نامه و دانشجوی تحصیلات تکمیلی و اینجور چیزا، حالا حداقل نظر من اینه که استفاده از اینجور ابزارها به شرطی اوکی رایجه و مشکلی نداره که روز دفاع یا موقع نوشتن یه چیزی سیر تا پیازش رو خودشون مسلط باشن، بهش رسیده باشن، مسئولیتش رو بپذیرن و عین اونا رو، فقط این ابزاری باشه در واقع بهشون کمک کنه. در غیر این صورت اگه نتونن خودشون این کار رو بکنن، تکرار کنن و پاسخگو باشن، خب به نظر من این یه جور تقلب حساب میشه و نمیشه چیز کرد. اینجا مثال های مختلف دیگه ای داریم که شاید اینا دیگه حوصله شما نباشه، عنوانش رو میخونم، ولی اینجا اتفاقا این بد نیست چون من میخواستم اون ساختاره رو بگم. یکیشو میخونم. پرسشگر میگه که فرض کن مادر یه دختر 3 ساله به نام حنا هستی، مدتیش پدر بزرگ حنا فوت کرده، حنا پدر بزرگش رو آتا صدا میکرد، یک ساختار برای قصه بگو. ببین نگفته یک قصه بگو، گفته یک ساختار برای قصه بگو که بتوان در یک قصه رو در 4 شب برای حنا تعریف کرد. در این قصه میخوام اینا هم رعایت بشه. حالا اینا رو میتونید بخونید از اینجا، ولی در واقع یه ساختار گفته بگو. بعد که اینتر میزنی هوش مصنوعی قشنگ میگه که شب اول چی بگو، شب دوم چی بگو، اینا اهدافت هم که نوشته دیگه. بعد تازه مرحله بعد شروع میکنی به اون کارمندی که سطح هوشش رو شناختی، میگی که خب حالا برای شب اول تو این مورد که میگی مثلا شروع کن اینو بنویس. دوباره میتونی اونم قسمت بندی کنی، یه شرط و شروط بذاری، ولی میخوام بگم که از کل به جد مثلا تو این حالت داره میرسه بهش. سوال بعدی هم پرسشگر در مورد اپلای و SOP و اینجور چیزا برای ادامه تحصیل نوشته. طراحی سوال من نمونه زدم، مثلا مثال زدم اینجا، یا آموزش ساده و ساده و ساده مفاهیم سخت برای دانشجو نوشتم. مثلا فرض کن استاد فیزیکی هستی که میخوای سری فوریه و اینجور چیزا رو به یه دانشجوی پزشکی، دانشجوی تازه وارد پزشکی توضیح بدی، اونی که فیزیکش و اینا اینقدر خوب نیست، مثلا چه جوری شروع میکنی، چه جوری توضیح میدی. اینا رو من مثال زدم و
مثال های مختلف از درس و اینجا لرنینگ و آموزش تدریس پرابلم بیس لرنینگ یکی از اونهاست که طبق تاکسونومی بلوم در واقع در سطوح بالاتر یاد میده. این خیلی به استادا و معلمان میتونه کمک کنه که وقتی دارن درس میدن چطوری درس بدن که بچه ها صرفا در حد ریممبرینگ یاد نگیرن، یه مقدار در سطوح بهتری یاد بگیرن، که من مثال زدم که چطوری میتونید از این استفاده کنید. و بعد اینجا آخرین مثال ولی مفصله، حالا نمیدونم چقدر این رو میتونیم کش بدیم ولی شاید هم کلیات رو بگیم کافیه. اینجا من با این مثال چون به رشتم هم مربوط میشه رسیدم به چند تا چیز. اولا اینکه به مرور و الگوریتمی باهاش صحبت کنم. من میخوام اینجا اول ازش خواستم که یک مسئله رو با هم به توافق برسیم. فکر کردم که این مثل یک دانشجوی دکترای منه یا نه من دانشجوی دکترای ایشونم، ایشون استاده، میتونیم پیش بریم. میخوام یه مسئله رو اول تعریف کنیم، بعد شروع کنیم حل کنیم و بعد بنویسیم مقالش کنیم و اینا. موضوعات کلی گفتم در زمینه نظریه گراف. فرض کن شما یه محقق و پژوهشگری، فرض کن میخوای یه موضوع علمی پیدا کنی و بعد مقاله بنویسی جدید باشه، چی میگی خودت چه نه. بعد گفته مثلا یه سری حدسای کلاسیک در نظریه گراف هست، خودش گفته اول اینه، بعد دو سه تای دیگه هم گفته، من فقط یه عکس اولی آوردم دیگه. بعد از روی اونا من گفتم لطفا روی مسئله مقاومت گراف در برابر حذف تمرکز کن. حالا تمرکز که کرده روی مثلا رزیلینس و بعد ریز مسئله های جزئی تری رو مشخص تری رو گفت. حالا مقاومت رأسی چیه، یالی چیه و ادامه داره که باز من اینجا نیاوردم. بعد بهش گفتم من نمیخوام رو مسائلی وقت بذارم که قبلا طرح شدن و هیچ کم نتونست حلش کنه، یعنی اوپن پرابلم هایی که 50 60 سال بازن مثلا، من نمیخوام رو اونا فکر کنم. لطفا یه مسئله کاملا جدید معرفی کن که هم بازه هم کسی حلش نکرده، در واقع بازه ولی جدیده، اصلا کسی مطرحش نکرده، جایی ثبت نشد. دوباره رفتیم رسیدیم به یه مسئله ای. بعد گفتم این مسئله رو یه جور تعریف کن که من مربوط به امپی هارد بودن و اینجور چیزا به چهار فیلد خود من هست. باز دوباره مسئله پیشنهادی رو آروم آروم رسیده به این. ببینید اون رفت و برگشت رو میخوام مثال بزنم، اون الگوریتمی رفتار کردن با هوش مصنوعی تجربه گرا رو میخوام مثال بزنم. و بعد نهایتا رسیدیم به یک مسئله. حالا بریم سراغ حلش. بعد گفتم خب چیا رو میشه بهش کاهش داد، خودش مثال زده و من گفتم مسئله رو مینیمم کات رو به این مسئله لطفا کاهش بده ببینم که ایراد چیه. بعد کاهش داده ولی من بعدش ایراد گرفتم. ببینید دوباره میرسیم به اون مسئولیته. این یه مسیری داشت میرفت یه جایی خطا داشت. من باید اونقدر مسلط باشم تو استفاده از هوش مصنوعی که اینو تشخیص بدم، همه چی رو نسپارم دست این کاربندی که عقل کل نیست. ببینید نوشتم اگر این مسئله امپی هارد نیست پس این کاهش صحیح نیست. حالا اونجا بعد نوشتم لطفاً از یه مسئله دیگر به این مسئله جدید کاهش بده که امپی هارد باشد. یعنی این یه مسئله که امپی هارد نیست و کاهش داده به یه مسئله من که میخوام ثابت کنیم امپی هارده. اونایی که کامپلکسیتی میدونن میفهمن که این کار منطقش غلطه و این داشت همین کارو میکرد و من ایراد گرفتم. نوشته حق با شماست. از آنجا که مسئله مینکات ذاتاً در زمان چند جمله حل میشه، کاهش از این مسئله به مسئله جدید نمیتواند امپی هارد بودن رو تضمین کند. در اینجا فعلا و بعد رفتیم سراغ یه مسئله دیگه و همینطور تا آخر. حالا من پس اینجا دارم فرض رو بر این میذارم که این یه دانشجوی دکتراست، خیلی باهوشه، خیلی حرف گوش کنه، خیلی سریعه ولی عقل کل نیست و من دارم اینو راهنماییش میکنم. به این ترتیب حالا رفتیم جلو رسیدیم. بعد مثال عددی خواستم ببینم درست فهمیده نفهمیده. بعد شروع کنیم به نوشتن. تو نوشتن هم باز همینطور من نوشتم اول ساختار کلی رو بده. ساختار کلی رو که داده بعد گفتم فقط تو مرور ادبیات به یکم کار کنیم. باز نمیگم بشین برای من مقاله بنویس. اینا کارهای صحیحی نیست، آخرش هم درست حسابی انجام نخواهد شد و بعد همینطور تا آخر. خب من ارائه‌ام تموم شد. در واقع این جاسکیدینگ رو گذاشته بودم چون یه اسلاید قبلش داشتم حذفش کردم. این جاسکیدینگ اینجا مونده. اونجا اسلاید قبل از این بود که هیچی نپرسید، فقط دست به کار شید و از هوش مصنوعی استفاده کنید.
میخواستم بگم خیلی ساده است و خیلی دیره و همه استفاده کنن. بعد می اومدم اسلاید بعدی که میشد این، گفتم خب شوخی کردم، هر سوالی داشتیم بپرسید. اون اسلاید رو که حذف کردم، این جاسکیدینگ یادم رفت. به هر حال خیلی ممنونم که گوش کردید. امیدوارم که مورد استفاده بوده باشه. به معنای واقعی علمی ترویجی بود و بحث‌های عمیق علمی به اون شکلی که در مورد هوش مصنوعی انتظار میره قرار نبود مطرح بشه. امیدوارم مفید بوده باشه و من در خدمت شما هستم اگه سوالی فرمایشی باشه.